سلام دوستان، بادکنک رو دیدید؟ هر چقدر بادش کنید همینجوری گنده میشه اما همش باده. فقط کافیه یه سوزن 2 سانتی بهش بزنی تا بوم. امشب میخوایم یه نگاهی به بادکنک استراتژیک نظام ولایت بندازیم و حجم بادشو موشکافی کنیم. بارها گفته شده که مرزهای ایران اسلامی امروز گسترش پیدا کرده، مرزهای انقلاب اسلامی گسترش پیدا کرده. ما در مرزهای خودمون از مرزمون دفاع نمی کنیم، بلکه در کیلومترها دورتر از مرزهای خودمون امروز در حال دفاع هستیم. اما نه فقط ما، بلکه ما و دیگر برادران مسلمانمون اعم از شیعه و سنی دوش به دوش همدیگر در حال دفاع و مبارزه با نظام استکبار، نظام سلطه و دشمنان انقلاب اسلامی هستند و هستیم. آقا قیاف ممجواد زخیم موقع شنیدن این هارت و پورتا خیلی دیدنیه. احتمالاً لبخند رو لباش میماسه. این دفعه علاوه بر قدم زدن باید یه دور به طرف حسابا سواری هم بده. تازه این اولیش بود. این روزا تو باند دلواپسا عربده بازاریه. باید به مبارزه خود عمق استراتژیک بدهیم و باید دشمن را تا آنجایی که میتوانیم دور کنیم، زیرا در غیر این صورت میبایست اجازه میدادیم داعش به مرزهای آذربایجان غربی و کرمانشاه میرسید و سپس نیروهایمان را اعزام میکردیم. اینجاست که تیم مذاکره کننده از حالت خمیده میره تو وضعیت افقی و مجبور میشه پای میز مذاکره بازم سر کیسه رو شل کنه و آتیش بزنه به مال و اموال نظام. اما دلواپسان نظام قاطی تر از این حرفان. اینطور که پیداست بی خیال مذاکرات در حال فوت کردن تو بادکنک استراتژی نظامن. ببینید این دوتا نونخامه یه ترشیده چه فیلمی بازی میکنن. امروز خارج از مرزهای ما هم معنای بسیج خیلی جای خودش رو پیدا کرده. در لبنان شکل گرفت بسیج، در غزه شکل گرفت بسیج، در سوریه شکل گرفت بسیج، در عراق هم در حال شکل‌گیریه. یعنی واقعا عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. در جای جای دنیا امروز با پرچم اهل بیت رو بدون نام اهل بیت، لازم نیست ما شعار شیعی بدیم، وقتی عمل کردیم با همه وجود از جهان اسلام ما دفاع کردیم، اونا گرایش پیدا میکنن. خب دیگه فکر کنم بادکنک به اندازه کافی باد شده باشه. حالا میخواید اون سوزن 2 سانتی رو نشونتون بدم؟ این سوزن دست دشمنای نظام نیستا، دست باند کوسه است. شیخ فری قبلا خودش فیس اقتدار نظام رو در آورده. بعضی ها فکر میکنن که موشک ما اگر بردش هرچه بیشتر بشه میشه اقتدار ملی. البته اونم اقتداره. نیروهای مسلح ما قدرت ما هستند، اقتدار ما هستند. ارتش و سپاه و بسیج و نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی اقتدار ما هستند. قبول. اما اگر ما تو کشور ما انواع سلاح و امکانات نظامی داشتیم ولی برای گندم نیازمند بودیم به دیگران، برای جو نیازمند بودیم به دیگران، برای گوشت نیازمند بودیم به دیگران، برای روغن که گفتن ما فاصله هم داریم، تولید ما تا مصرف ما خیلی فاصله داره. در روغن، در شکر فاصله داریم ما. اگه همش دست ما دراز بود به بیرون میشه اقتدار. این که شیخ فری از هارت و پورتای سپاه اساسی شاکیه و از حرسش این سوزنا رو تو بادکنک استراتژیک نظام فرو کرده کاملا روشنه. اما سوال اینه که باند خامنه که از تاثیر این عربده کشی‌ها رو تیم مذاکره باخبرن، چرا بازم دست بردار نیستن و هی تو سر این جماعت جام زهری میزنن؟ لطفاً این خبر رو ببینید، احتمالا یه چیزایی رو روشن میکنه.
ادامه خبرها. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر اعمال سیاست فشار بر ایران تاکید کرد. باراک اوباما در مصاحبه با شبکه CNN مدعی شد آنچه نیاز داریم اتمام این دور از مذاکرات و اعمال فشار بر ایران است تا به آنچه جامعه بین الملل خواستار آن است بله بگوید. وی که همواره از روی میز بودن گزینه نظامی در قبال ایران سخن میگوید مدعی شد ما تحریم‌های کارآمدی بر ضد ایران تصویب کردیم که توانست این کشور را به میز مذاکرات بیاورد تا ببینیم آیا می‌توانیم موضوع هسته‌ای ایران را از طریق دیپلماتیک رفع کنیم. بله، قضیه از این قراره که این نرمش ذلیلانه بسیجی‌ها رو اساسی به شرشر انداخته. اونم نه فقط بسیجی‌های داخلی، تروریستای برون‌مرزی نظام هم پاک قافیه رو باختن. خب تو این وضعیت اگه پاسداران ترسون و هراسون تو بادکنک هارت و پورت فوت نکنن شما بگید چی کار کنن؟ مجبورن آقا جون، مجبورن. البته تا جایی که به خودشون برمیگرده تو قتل و غارت همیشه پاین. اما حرف اینه که با این وضعیت سوریه و عراق و منطقه آن سبو بشکست آن پیمانه ریخت، یعنی دیگه کسی محلشون نمیذاره. واسه همینم از که میگیم تق بادکنکشون در میاد.